کمبغلی آمد و یک زنی بود که یک طفل شیرخواره داشت. یک طفل داشت، طفل شیرخواره، یعنی تمام مردم نادار بودن. اون زن میگه کمی نان داشت که همورزه خوردنیش بود و خلاص، یعنی زیادتی نداشت. همو لقمهش میگه در دستش گرفت برای خوردن، لقمه را در دست گرفت برای خوردن. ناگاه میگه ددرش یک گدای تق تق زد، ددرش زد. زن خیس میگه در کشاد دید که یک گدا گفت که به حق خدا یگان چیز برای من بده، من مقصد نه چند روز چیزی نخوردم. این زن میگه در حیرت افتاد، تعجبش زد، یک نان اون داره در دستش است، گدا هم دید است این نانه، نشوه که بگه نمیتونه، یا اورش بته خودش گرسنه، کودکش گرسنه میمانه، کودک شیرخواره. به هر حالت این زن میگه گفت که ای گفت به حق خدا، میگه همون لقمه که در دستش بود برای همون گدا را داد و در آهسته پوشید، خشم گرسنه است. بعد از آن فکر کرد گفت از این گرسنگی منم هلاک میشم، فرزندم. کودکش میگه در همون لاخش پیچاند و در آغوشش گرفته، خیلی صحرا هیزم جمع کنی رفت. گفت هیزم جمع کنم بیارم در یعنی بازار فروشم، چیکار کنم یعنی نون بخرم و خوراکه بخرم بیارم. میگه کودکش همراهش گرفت رفت در هم صحرا، در گوشه کودک گذاشته هیزم جمع میکرد. هیزم جمع میکرد که در گوشی این زن آواز گریه کودک رسید که کودک گریان شد. گشت نگاه کرد که کودکش یک گرگه، یک درنده گرفت از دهانش رفته ایستاده است. کودک گرفته و رفته ایستاده است. این زن هرچند میگه از قفای گرگ دوید، یعنی سر کرد، گرگه دریا کرده نتوانست، چون که او درنده رفت. این زن نشست میگه در جاش گریه کرد. همین لحظه رب العالمین میگه حضرت جبرائیل امر کرد، گفت برای کودکی اون زن از دهن گرگ بگی و سلامت در دست مادرش برسون. حضرت جبرائیل علیه السلام آمد میگه این کودک از دهن گرگ گرفت و آورد به نزد مادرش. گفت ای زن خداوند شما را سلام میگه و پروردگار میگه که این لقمه دهن گرگ در برابر انمو لقمه که گدارش داد در برابر هم گردانده شد. یعنی در برابر هم لقمه که در خانش نخورد و گدار داد، ما لقمه دهن گرگ گرداندیم در برابر همو دادیم. یعنی که سخاوتمندی بلا را از بالای انسان رد میکرده است.